نعمت الله بلخی و لیاقت بلخی دو برادر هستند که توانستند در چند ماه پسین چند وسیله را اختراع کنند، از چرخبال تا ربات و تانک. این تانک می تواند فاصله های زیادی را بپیماید و بر اهداف مشخص شلیک کند. ساخت چرخبال از نوآوری های دیگر این دو دانشجو است که تا فاصله های زیادی پرواز کرده می تواند و نیز توان تصویربرداری و انجام حمله را دارد. وسایل کلانتر از این می سازیم، یعنی مرمی های رسمی رو به استفاده کنیم، چون چیزای آزمایشی است که ما اینجا وسایل رو ساختیم. ما مرمی های رسمی رو میتونیم به 1000 دونه مرمی برسه، 2000 دونه مرمی برسه، فی ثانیه بتونه که مثلا طرف چیکار کنه از بین ببره. میگویند اگر امکانات بیشتر در اختیار آنان قرار داده شود، می توانند دستگاه های پیشرفته تر این وسایل را برای نیروهای امنیتی کشور بسازند. هلیکوپتر را ما ساختیم که میتونه بیش از 2 کیلومتر در فضا پرواز بتونه کنه، مثلا میتونه انداختهای هوایی را اجرا کنه. انتظارهای این است که حکومت باید کسانی را که نوآوری میکنند پشتیبانی کند. از سکتور دولتی این خواهش دارم که دولت افغانستان، دولت مردای حکومت وحدت ملی کشور، از جوانای کشور حمایت خود داشته باشند. این وسیله که از اختراعهای دیگر این دو برادر است که برای خنثی کردن ماین‌های کارگزاری شده ساخته شده است. این دستگاه با ریموت از راه دور کار می کند.